قرن 18 نیوتن رو داره، قرن 19 داروین رو و قرن 20 انیشتن. اما سوال من اینه، باهوشترین آدم دنیا توی قرن 21 کیه؟ شاید خیلی‌ها فکر کنن استیفن هاکینگ، اما اشتباه میکنن. نابغه قرن 21 یه شخصیت مخفی و محرمانه است، کسی که ازش فقط چند تا عکس مونده. استیفن هاکینگ ذریب هوشیش 160، اما اون کسی که قراره در مورد صحبت بکنم آیکیوش 178. تازه اینم بگم وقتی که تست هوش میداده سنش کمتر از 14 سال بوده و تازه وقتی سوالا رو دیده گفتش سوال ساده و مسخره‌ای. بخشی از تست رو اصلا جواب نداده. 18 ماهگی خوندن رو یاد گرفت، 3 سالگی پیانو میزد و توی 10 سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل شد و حتی توی اون دوران یه آلبوم به نام المنت رو منتشر میکنه. اما یه اتفاق میفته، یه اتفاقی که هیچ کس فکرش هم نمیکرد. توی یه روز معمولی توی خونه خودش خودکشی میکنه. اسم این نابغه هست، یا بهتره بگم بود، براندن برمر. بعد از این اتفاق همه شوکه شده بودن. خیلی ها فکر کردن این یه حادثه بوده. براندن برمر چون با اسلحه آشنا نبوده کلت رو برداشته از روی بازی گذاشته رو سرش و طی اتفاق شلیک کرده. اما پدر مادرش میگن امکان نداره چون براندن با اسلحه آشنا بوده. و این میدونی یعنی چی؟ یعنی این یک حادثه نبوده، یه تصمیم بوده. براندن تو همون سن تصمیم گرفته بودی که مرگ رو به زندگی ترجیح بده و این دقیقاً همون چیزی بود که وقتی مردم فهمیدن همه شوکه شدن، از همه بیشتر پدر مادرش. آخه براندن که همه چیز داشت، آخه اون که نابغه بود، آخه آیندهش که فوق‌العاده روشن بود. اون داشت خودش رو برای کنسرتش آماده میکرد و هزار سوال دیگه. پرونده براندن برمر توی دادگاه قضایی بسته شد چون قطعاً یه خودکشی بود و خود براندن انتخاب کرده بود که به زندگی ادامه نده. اما دادگاه زندگی چی؟ سوالای بی پاسخ آدم‌های روی کره زمین چی؟ توی کدوم مقاله، توی کدوم کتاب این سوالا بحث شده؟ کدوم روانشناس، کدوم فیلسوف در مورد این قضیه صحبت کردن؟ متاسفم هیچ کس. بعد از این اتفاق در مورد چرایی‌های این تصمیم کسی صحبت نکردش و این پرونده توی دادگاه زندگی مختومه نشد. اما من قراره توی این ویدیو برای اولین بار در مورد راز برمر صحبت کنم و قراره توی این ویدیو راز برمر رو کشف کنیم و این راز، این معما یه معمای جنایی نیست که بعد از حل کردنش اتفاق خاصی نیفته. این معمای زندگیه و بعد از این ویدیو قرار زندگی بهتری رو تجربه کنیم. خب فرض کن من الان میتونم روح برمر رو احضار کنم و تو میتونی باهاش صحبت بکنی. چی دیالوگ میکنی؟ در مورد چی ازش میپرسی؟ در واقع اون معمای برمر چی بود که ما رو شوکه کرد؟ فقط یک کلمه: چرا؟ من اگر جای تو بودم هیچ وقت خودکشی نمیکردم، چون من باهوشترین آدم دنیا بودم و میتونستم مشهورترین، پولدارترین آدم دنیا باشم و این یعنی خوشبختترین آدم دنیا. و شلیک به مغزت فقط شلیک به زندگی نبوده، شلیک به خوشبختی بوده و تو با این کارت با خوشبختی مبارزه کردی و متاسفم با همه هوش فوق‌العاده‌ات تصمیمت احمقانه بود. این دقیقاً همون سوال ماست و شاید باورت نشه، اما من بالاخره تونستم این سوال رو از خود برمر بپرسم و قبل از اینکه پاسخ برمر رو برات بگم باید بدونی بعد از خودکشی یه روز بالاخره دادگاه زندگی در قالب یه مصاحبه برگزار شد. برای مردم کلی سوال پیش اومده بود، باهوشترین آدم دنیا این اتفاق یعنی چی؟ و خانواده برمر بالاخره اومدن جلوی رسانه ها صحبت بکنن. پدر و مادرش گفتن ما خودمونم نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد. آخه برمر رو توی فشار موفقیت نذاشته بودیم. براندن اینطور نبود که یه عالم کلاس بره، یه عالم دوره شرکت کنه، هی بهش بگیم این کار انجام بده. نه، اون داشت زندگی عادیش رو میکرد، داشت روی موسیقی کار میکرد، داشت به کنسرت و آلبوم جدیدش فکر میکرد و به نظر ما احتمال افسردگی کنسله. و خب چرا این اتفاق براش افتاد؟ پدر مادرش نتیجه‌ای که آخر مصاحبه گرفتن و باهاش
جلسه رو ترک کردن این بود برمر میخواست به بقیه آدم‌ها کمک بکنه و خودش رو کشت تا اعضاش به آدم‌ها اهدا بشه و این به نظر من خیلی خنده داره و هیچ کس هم تا همین الان که دارم با شما صحبت میکنم از این پاسخ قانع نشد، حتی به نظرم خود پدر مادرش. و به نظر من چراییه خودکشی برمر فقط یک کلمه است: خود افسردگی. این تصور اشتباه ماست که فکر میکنیم خودکشی یعنی بیپولی، یعنی تنهایی، یعنی کودن بودن. اتفاقا کودن ها خودکشی نمیکنن. بذار یه سوال ازت پرسم، حیوانات میتونن خودکشی کنن؟ نه، چون ثابت نشده که حیوانات بتونن تفکر فلسفی داشته باشن و پشت خودکشی تفکر فلسفیه. یه سوال دیگه ازت پرسم، به نظرت آدم‌هایی که عقلشون رو از دست دادن، آدم‌های دیوانه، میتونن خودکشی کنن؟ بازم پاسخ منفیه. چرا؟ چون خودکشی پشتش یه تصمیمه و یه عقل وجود داره و کسی که دیوانه است این عقل رو نداره و نمیتونه این تصمیم رو بگیره. بذار سوال سومم رو ازت بپرسم، به نظرت رابطه هوش با افسردگی چیه؟ یعنی اگر ما 1000 نفر داشته باشیم که اینا ضریب هوششون بالای 100 باشه و یه گروه 1000 نفری دیگه که اینا آیکیوشون زیر 100، احتمال افسردگی توی گروه اول بیشتره یا گروه دوم؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم میخوام صحبت‌های برمر با یکی از دوستاش قبل از خودکشی کردنش رو با هم بخونیم. برمر تو این صحبتش راز خودش رو به ما میده. نمیدونم چرا اینقدر افسرده شدم. قبلا فقط بعضی وقتها بود و میدونی فقط غمگین بودم، اما حالا همیشگی شده و فقط این حس رو دارم که زندگی چه فایده‌ای داره. توی این متن چند بار از کلمه افسردگی استفاده شده و خود برمر اعتراف کرده که یه افسرده است. ما یه مرحله از این معما رو حل کردیم، چون سوال ما این بود: برنده برمر چرا خودکشی کرده؟ و به یک پاسخ رسیدیم: به خاطر افسردگی. و سوال دوم اینجا برامون ایجاد میشه: خب چرا افسرده شده؟ و این سوال مهمتریه و اتفاقا اگه توی همین متن دقت بکنیم میتونیم پاسخ این سوالم به دست بیاریم. اون چی پرسیده بود توی این متن؟ پرسیده بود زندگی چه فایده‌ای داره، و این یعنی این که اون احساس میکرد که زندگی فایده‌ای نداره. و این میدونی یعنی چی؟ دلیل افسردگی اون فقط یک کلمه است: پوچی. هوش زیاد برمر باعث شده بود که سوالات زیادی رو بپرسه و یکی از این سوالی بود در مورد زندگی، پرسشی که توی فلسفه هم مطرحه و هم سخت‌ترین سوال فلسفیه و هم مهمترین پرسش فلسفی. اون سوال فقط یک کلمه است: معنای زندگی. معنای زندگی چیه؟ سوالی که هوش زیاد باعث میشه اون رو بپرسیم، اما آیکیوی بالا برای پاسخ دادن بهش اصلا کافی نیست و برای همینم هست که رابطه بین هوش و افسردگی یه رابطه معناداره. هرچی هوش بیشتر، افسردگی بیشتر. چرا؟ چون هوش زیاد باعث میشه سوالاتی رو بپرسیم اما این برای پاسخ دادن به اونها کافی نیست. چرا این اتفاق افتاده؟ آدم‌های باهوش که میتونن توی کنکور موفق‌تر باشن، میتونن ایده‌های بهتری رو مطرح کنن، پول بیشتری رو به دست بیارن، چرا پس افسرده بیشتر میشن؟ به خاطر اینکه ما اولا افسردگی رو نفهمیدیم و بعدم زندگی رو. بذار به سوال دیگه هم فکر کنیم. به نظرت افسردگی از چه سنی میتونه شروع بشه؟ مثلا یک نوزاد میتونه افسرده بشه؟ یا مثلا یک کسی که شروع به حرف زدن میکنه، یه بچه 2 ساله میتونه احساس افسردگی بکنه؟ یا باید حتما مثلا بریم دبستان، یه بچه 7 ساله، از اون موقع میتونیم افسردگی رو تصور کنیم؟ یا بذار همین سوال رو در مورد خودکشی مطرح کنیم. یا آدم تو چه سنی میتونه خودکشی کنه؟ یه نوزاد، یه بچه‌ای که حرف میزنه، یه بچه دبستانی یا بالاتر؟ اون چیزی که میشه سفت و محکم گفت اینی که سن برای افسردگی یا خودکشی ملاک خوبی نیست. ملاک درست اینه که اون فرد تونسته احساسات و افکار مناسب در مورد لذت، در مورد رنج، در مورد زندگی پیدا کرده باشه تا بتونه در مورد اینا فکر کنه، بالا و پایین کنه، حساب و کتاب کنه و ببینه زندگی ارزش زیستن داره یا نه. افسردگی روی دیگه سکه پوچیه
و اینطور نیست که اگر یه آدم زندگی سختی داشته باشه دیگه افسرده باشه. اگه یکی باشه که نه خونه داشته باشه نه ماشین و مریض شده باشه و توی بیمارستان بستری باشه دیگه بگیم این یه آدم افسرده است. اینطور نیست. از اون طرف هم اینطور نیست. یعنی اگر یه کسی خیلی ثروتمند باشه، به همه آرزوهاش رسیده باشه، از افسردگی واکسینه نشده و میتونه اون هم یه آدم افسرده باشه. ما توی دنیا خیلی از آدم‌ها رو داریم که خوشبخت بدبختن و خیلی از آدم‌ها بدبخت خوشبخت و این به خود آدم‌ها مربوطه. یکی میتونه مثل پاول الکساندر از 6 سالگی به خاطر فلج اطفال توی دستگاه زندگی کنه، هیچ وقت نتونه راه بره یا از حتی دستاش استفاده بکنه، اما توی بیمارستان یه خودکار بذاره توی دهانش و با همون خودکار بزنه روی کلیدهای کیبورد و کتاب بنویسه. توی بیمارستان خوابیده دکترای حقوق بگیره و هر روز از خودش فیلم ضبط کنه، از انرژی خودش، از حال خوب خودش و توی تیک تاک منتشر بکنه. یکم میتونه ایلان ماسک باشه، ثروتمندترین آدم دنیا که قرص‌های ضد افسردگی مصرف میکنه. پس این به خود آدم‌ها مربوطه، نه به داشته هاشون نه به امکاناتشون. به این مربوطه که وقتی با پوچی مواجه شدیم اونقدر آگاه باشیم که بتونیم مسئله پوچی رو پاسخ بدیم. هوش به ما کمک میکنه اما کافی نیست. ما نیاز به آگاهی داریم و من میخوام بهت بگم اصلا نگران نباش. من به آگاهی های اتمی دست پیدا کردم که میخوام به وسیله این آگاهی ها تو رو آپگرید کنم. آپگریدی که ارزشش از ارتقای تو با IQ 180 بیشتره. چون مطمئنم اگر همین اطلاعات رو به برندنبرگ میتونستیم برسونیم، اون هیچ وقت خودکشی نمیکرد و زنده بود و شاید حتی همینجا بود توی همین استودیو.